بهره تشویق و ترغیب لباس ملی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر در یکجایی با ریاست کاربازان و عائله ولایت ختلان اکسیای توجیکانه میپوشیم تشکیل گذرانیده شد. در اکسیای مذکور زنان و بانوان و آموزگاران و خوانندگان شهر لباس شینم و زیبای اطلس و ادرس و چکن را به بر کرده تا به نزد نشان دولتی راهپیمایی کردند. باید گفت که هدف از تشکیل و گذراندن اکسیای توجیکانه میپوشیم پیش از همه ترغیب و تشویق فرهنگ لباس پوشی میان جوان دختران و از بین بردن تمایل بیگانه پرستی ارزیابی میگردد، چون لباس معرفیگری هر قوم و ملت عنوان می شود. مقصد از برگزاری چنین اکسیه این ترغیب لباس‌های ملی. ما باید در بین جوانان، جوان دختران و زنان و مادران لباس‌های ملی تاجیکی خود را ترغیب نماییم. یکی از رکن‌های فرهنگی گذشتگان هم پوشیدن لباس تاجیکانه است. البته زیب و زینت لباس تاجیکانه، لباس چکن که مادر و بیبی‌های ما تا امروز به بر می‌کردند، زیب و زینت خاصه و یک نمود ایدانه دارد. در حقیقت هر خلق و ملت را توسط تاریخ و تمدن رسم و آیین آن میشناسند. لباس نیز همچون رکن فرهنگ ملی به حساب می رود. از این رو زنان و بانوان وظیفه دارند که فرهنگ لباس پوشی تاجیکانه را به نسل امروز آموزانند و نگذارند لباس ملی مردم تاجیک از بین رود. نمودن و پوشیدن لباس ملی پیش از همه بازگوی آن است که ما صاحب تمدن هستیم و بعداً بازگو از آن است که ما تاجیک هستیم، ما اصیل زاده هستیم و البته با این لباس هم شینم و هم به طبیعت تاجیکستان عزیز ما سازگار است و البته از متای دوخته و تیار کرده می شود که آن از جهت اکولوژی نیز تازه است و به سلامتی زنان و دختران ما نیز البته فایده بخش است. در این روز زنان و بانوان اطلس و ادرس ببر را معاون رئیس شهر باختر همراهی کرده از اشتراکچیان اکسیه دعوت به عمل آورد تا همین گونه همیشه با پوشیدن لباسهای فراخ و زیبا فرهنگ تاجیکانه را بلند بردارند و ترغیبگری آن باشند، زیرا بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی از خود زنان و بانوان سخت وابستگی دارد.